هوش مصنوعی، کلمه‌ای که این روزا زیاد میشنویمش. همه هم دارن ابزار هوش مصنوعی یاد میدن، اما کسی نمیگه چطور با هوش مصنوعی صحبت بکنیم. هوش مصنوعی بر اساس دیالوگ کار میکنه، صحبتی که ما باهاش میکنیم و فهمی که اون از صحبت ما داره. ما باید وقتی با هوش مصنوعی صحبت میکنیم مبحث خودمون رو چند لایه بکنیم. اولین کاری که باید انجام بدم اینه که اون عکس رو برای خودم تخیل بکنم، بگم که کاراکتری که روبروی دوربینه چه کسی هستش، چه شکلی هستش، چه مشخصاتی رو داره، چه زاویه‌ای از دوربین رو داره. تو لایه دوم بیام ابزاری که باهاشون تصویر تو دنیای واقعی ساخته میشده رو معرفی بکنم. مثلا بیام بگم از دوربین سونی آلفا 9 دارم استفاده میکنم و لنز مثلا 55 جی مستر. قشنگ براش بنویسم که ابزار چیه. مثلا 2 شاخه نور توی این عکسی که من میخوام به وجود بیارم تو دنیای واقعی استفاده میشده. توی لایه بعدی من باید شروع بکنم محیط رو توضیح بدم و توی لایه بعدی شروع بکنم ارتباط سوژه و محیط رو بهش معرفی بکنم. این چنین این عکس ساخته میشه.